گذرگاه سرحدی جرتیپه ازبکستان که با سرحد پنجکند هم مرز می باشد از موقتا بسته شدنش خبر داده است. گفته می شود محدودیت در این گذرگاه مرزی از 5 سپتامبر آغاز گردیده بیش از 10 شبانه روز تا 16 سپتامبر ادامه می یابد. گذرگاه جرتیپه در روبروی گذرگاه سرحد تاجیکستان در مرز نویه ارگوت ولایت سمرقند ازبکستان با جماعت سرحد شهر پنجکند ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شده است. از این گذرگاه از طرف تاجیکستان اساساً ساکنان پنجکند و نویه عینی، آنهایی که به تماشای سمرقند و بخارا می روند و هم آنهایی که از طریق فرودگاه سمرقند با نرخ‌های ارزانتر به روسیه سفر می کنند استفاده می برند. در اعلانی که در شبکه اجتماعی نشر گردید چنین آمده است: از روزهای پنجم تا 16 سپتامبر سال 2022 برای حرکت شهروندان و واسطه‌های نقلیات توسط این پست گمرکی محدودیت موقتی جاری کرده شد. این محدودیت چندین مورد استثنایی داشته در حالت زیرین تطبیق می گردد: به کارمندان تشکیلات‌های دیپلماتی و بین المللی، به شخصانی که به هیئت رسمی داخل می شوند، به کارمندان تشکیلات خارجی که در دایره لایحه سرمایه‌گذاری در جمهوری ازبکستان فعالیت می کنند، به رانندگانی که به حمل و نقل بین المللی بار مشغولند، به شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند که در ازبکستان دائمی زندگی می کنند، به شهروندان ازبکستان که در تاجیکستان دائمی زندگی می‌کنند، به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که به وطنشان برمیگردند، به شهروندان کشور سوم که به تاجیکستان میروند. این در حالی است که ده‌ها نفر ساکنان شهر پنجکند توسط شهر سمرقند جمهوری همسایه به فدراسیون روسیه بلیط گرفتند و بنا به گفته مسافران در این روزها باید به سفر بروند. شهر سمرقند امسال میزبان نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای یا شوس می باشد. این نشست روزهای 15 و 16 سپتامبر دایر می شود. به دلیل نشست شانگهای مقامات ازبکستان حتی فرودگاه سمرقند را برای 3 روز می بندند. قرار است در نشست سمرقند ایران بالاخره به عضویت سازمان شانگهای پذیرفته شود. در حاشیه نشست سمرقند انتظار می رود که پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین ملاقات علاهده نیز برگزار می کنند.